اگه نوجوانی یا جوانی، این ویدیو میتونه زندگیت رو تغییر بده و بهت کمک کنه به اهدافت برسی. اگه قول بدی به چیزی که میگم عمل کنی. میخوای بری سر کار، خانوادت نمیذارن؟ با دوستات میخوای بری بیرون، اجازه نمیدن؟ یه خواسته ای داری ولی نمیتونی راضیشون کنی؟ یا نه یه چیزی میخوای بهشون بگی ولی نمیدونی چطور بگی که قبول کنن؟ من هاجر رستمی‌نیا هستم، با نوجوانای زیادی در ارتباطم. بهت کمک میکنم مشکلاتت رو حل کنی. اینجا با همدیگه یاد میگیریم، رشد میکنیم و به بهترین نسخه خودمون تبدیل میشیم. و با همدیگه اون زندگی که خودمون میخوایم رو میسازیم، نه اون چیزی که دیگران میخوان. امروز میخوام در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت کنم. موضوعی که مطمئنم تو هم تجربهش کردی. راضی کردن خانواده ها. چرا راضی کردن خانواده ها خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه خانواده بسیار در زندگی ما تاثیر دارن. توی همه زمان ها، در همه موقعیت ها و در همه تصمیمات زندگی ما تاثیرگذار هستن. اگه خانواده ها رو نتونیم راضی کنیم، 2 تا اتفاق برامون میفته. محرومیت و اجبار. محروم میشیم از خیلی از چیزهایی که میتونیم داشته باشیم یا خیلی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم. مثلا محروم میشیم از اینکه با دوستامون بریم بیرون. محروم میشیم از تفریح کردن، از سفرهای مستقل و تک نفره و به قول خودمون مجردی. مجبور میشیم به انجام خیلی از کارها. رشته‌ای که علاقه نداریم و مجبوریم بریم. با آدم‌هایی که دوست نداریم مجبوریم رفت و آمد کنیم. و محرومیت و اجبار برای ما اتفاق میفته. پس خیلی مهمه که ما مهارتی رو یاد بگیریم که بتونیم برای کارهایی که میخوایم انجام بدیم پدر و مادر و خانواده خودمون رو راضی نگه داریم. اما برای راضی کردن خانواده ما یه مهارت خیلی مهم و ضروری نیاز داریم. مهارت ارتباط مؤثر. این مهارت رو من توی کلاس ها و دوره های بلند مدت کوچینگ نوجوانم کامل به بچه ها یاد میدم. ولی اینجا میخوام به طور مختصر واسه چند تا راهکار بگم که بتونی با استفاده از این راهکارها و با بالا بردن ارتباط مؤثر خودت اون بله‌ای که میخوای و نه تنها از خانواده بلکه از هر کسی که دلت میخواد بگیری. برای اینکه بتونی خانواده خودت رو واسه اون کاری که میخوای انجام بدی راضی کنی، اول باید به زمان، مکان و شرایط دقت کنی. تو نمیتونی توی هر زمانی با هر شرایطی اون درخواستت رو بگی. زمانی که پدرت خسته از سر کار اومده یا مادرت حوصله نداره، نمیتونی درخواستت رو بگی. پس اولین کاری که باید انجام بدی اینه که به زمان مناسب، در مکان مناسب و شرایط مناسب بودن توجه داشته باشی. و از پدر یا مادرت بخوای که اگه میشه چند دقیقه وقتتون رو در اختیار من قرار بدین، میخوام در مورد موضوع مهمی صحبت کنم. کار دومی که باید انجام بدی اینه که اول باید گوش بدی تا گوش داده بشی. در مورد اون موضوعی که صحبت میکنی، پدر و مادرت ممکنه بگن نه. ازشون بخوا که حرفها، دلایل و از همه مهمتر نگرانی هاشون رو در مورد اینکه چرا نه برات توضیح بدن. و حالا کامل گوش بده به صحبت‌هاشون و حالا تو ازشون بخوا که شنونده خوبی باشن برات و تو هم حرفها و دلایلت رو بگو برای اینکه چرا بله. اگه اونا میگن نه، دلایل حرفها و نگرانی هاشون رو بشنو و اگه تو میگی بله، حرفها تو بزن یا برعکس. اگه اونا میگن بله، تو میگی نه. در موردش کامل بشنوید و صحبت کنید. هم تو صحبت‌های اونا رو گوش بده، هم اونا صحبت‌های تو رو گوش بدن. مرحله بعدی بیان نیاز خودت از انجام اون کاره. بهشون بگو دلیل اینکه این کار رو میخوای انجام بدی چیه؟ به چه چیزی نیاز داری؟ و یه نکته مهم، حواست باشه وقتی که میخوای نیازت رو بگی با توجه به نگرانی‌های خانوادت باشه. اون نگرانی رو بولد کن در جهت مثبت و حالا نیاز خودت رو بیان کن. چطور؟ مثلا توی نگرانی هاشون درخواست کردی که با دوستات بری بیرون، اونا میگن نه. چرا؟ نگرانن وقتی با دوستات میری بیرون به درست نمیرسی. خب حالا تو میخوای نیازت رو بگی. من نیاز دارم با دوستان برم بیرون چون انرژی بیشتری میگیرم و انگیزم میره بالا برای این که بتونم درس بیشتری بخونم.
متوجه شدی چی شد؟ زمانی که میخوای نیاز خودت رو بیان کنی، بر اساس نگرانی‌های پدر و مادرت بیان میکنی. یکی از دخترها سر کلاس کوچینگ نوجوان میگفت همیشه وقتی میخواستم با دوستان برم بیرون پدرم اجازه نمیداد. پدرش روی درس خوندن خیلی حساس بوده و همیشه میگفته تو به درسات نمیرسی. من میگفتم پدر وقتی که برم با دوستان بیرون انرژی میگیرم، شادتر میشم و میام یه عالمه درس میخونم. و پدرش هم قبول میکرده. البته یه نکته مهم که باید بهش توجه کنید، به اون قولی که میدید عمل کنید تا اینجوری پدر مادر بهتون اعتماد کنن و برای دفعه های بعدی و خواسته های بعدی بتونید دوباره ازشون بله بگیرید. پس زمانی که نیازتون رو میخواید بگید، با توجه به نگرانی های پدر و مادرتون بیان میکنید. چه نگرانی هایی دارن؟ اون نگرانی ها رو یه دلیل میارید در جهت مثبت و بیان میکنید. حواستون باشه از 2 کلمه استفاده نکنید. هیچ وقت و همیشه. شما همیشه با من مخالفی. هیچ وقت اجازه نمیدی با دوستان برن بیرون. اینجوری اونا مقاومت میکنن. چرا؟ چون میگن ما اجازه میدیم با دوستاش بره بیرون. چرا میگه همیشه؟ باعث میشه احساس کنن که شما بی‌انصاف هستید و اون روزهایی که اجازه میدن و با شما موافق هستن رو نادیده بگیرید. و اینجوری مقاومت میکنن. در مرحله آخر باید به یه تصمیم مشترک برسید. تصمیمی که هر دو ازش راضی باشید. مثلا من 1 ساعت میرم با دوستم بیرون، 1 ساعت هم درس میخونم. حواستون باشه میتونید پیشنهاداتی رو بدید که کمک میکنه تا نگرانی هاشون برطرف بشه. مثلا از این نگرانن که با دوستات میری بیرون ممکنه کار خلافی انجام بدی. نگرانیشون رو برطرف کن. بگو اولا که دوستایی که ما میریم بیرون این کار انجام میدیم، اینجوری توضیحات بده و نگرانی هاشون رو برطرف کن. بعد از اون بگو اگر که دوستای منم کاری انجام بدن، من اینقدر بالغ شدم و آگاهی دارم که بدونم انتخاب خوب و بد چیه و اگر کار اشتباهی باشه انجام ندم. یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه کنید اینه که زمانی که حرف از بلوغ میزنی، پدر و مادر انتظار دارن که شما رفتارهای درستی از خودتون نشون بدید. شما نمیتونید رفتارهای بچگانه داشته باشی، قهر کنی، داد بزنی، در رو بکوبی به هم، ولی بعد درخواست داشته باشی که اونا مثل یه آدم بزرگ باهات رفتار کنن. پس برای اینکه بتونی اعتمادشون رو جلب کنی، کم کم رفتارهای بالغانه و بزرگانه انجام بده تا مطمئن بشن بزرگ شدی و میتونی مستقل باشی و خوب و بد رو از همدیگه تشخیص میدی و بعد از اون ازشون درخواستهایی داشته باش که بتونی بله بگیری. پدر و مادرها نیاز دارن اعتماد کنن به اینکه نوجوانشون، جوانشون بزرگ شده، بالغ شده و به راه اشتباه نمیره و خودش میتونه خوب و بد رو تشخیص بده. موضوع راضی کردن خانواده ها پیشنهادی بود که بچه‌های دوره کوچینگ و دوره‌های بلند مدت من داده بودن. اونا گفتن، من هم راهکارش رو گفتم. شما چه پیشنهادی دارید؟ مشکلت رو واسم بنویس تا راهکارش رو بهت بگم.